نه سبب اختلاف است. برای چی دو عالم از یک حدیث یا از شریعت دو خیل فهمید. یکی از سببها زمانی که اون حضرت ها زندگی کردن حال علم حدیث در کتاب ها جمع شدگی نبود، علل خصوص در زمان امام ابو حنیفه و در زمان امام مالک و اینچنین در زمان امام شافعی هم. بنابراین امام شافعی گفتن که در دنیا صحیح ترین کتاب بعد قرآن کریم موطأ مالک است گفتن، حالا که در دنیا صحیح ترین کتاب بعد قرآن کریم صحیح بخاری است. برای چی امام شافعی این خیل گفتن؟ برای آنکه حال امام بخاری به دنیا آمدگی نبودن آخر، یعنی حدیث ها در تمام مشرق و مغرب پهن بود. یک آدم آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم که دیوا خورد، از پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیحت پرسید، پیامبر صلی الله نصیحت کردن، سوال داد، به سوالش جواب دادن. همین آدم رفت به مصر مثلا، همراهش علم شریعت رفت. یک آدم دیگر آمد از هندوستان مثلا، از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال پرسید، پیامبر علیه الصلوة والسلام به سوالش جواب دادن، رفت هندوستان، حدیث به هندوستان رفت. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط مشهورش همین که عبدالله ابن عمرو ابن العاص حدیث می نوشت، دیگران نمی نوشتن. حدیث ها در تمام مشرق و مغرب پهن بود. در زمان امام ابو حنیفه حالی کتابی حدیث نوشته شدگی نبود. امام مالک از امام ابو حنیفه خردسالتر هستند، 13 سال. بعد امام مالک حدیثی کتابی موطأ نوشته، اونم عبارت از اطراف 2000 حدیث هست خلاص. حالا که در دنیا عین حال 300,000 حدیث است، یعنی 2000 حدیث امام مالک در کتاب موطأشان جمع آوری کردن، در آوردن، اگرچه حدیثی زیاد میدانستند. و زمانی که امام شافعی آمدند بعد از آن امام احمد علاکه 1 میلیون حدیث میدانستند. یا آدم گفت که اگر زن من طلاق شود اگر امام احمد 1 میلیون حدیث نداند، بعد آدم آمده پرسیدن که زنش طلاق شد یا نه، گفتن نه طلاق نشد. یعنی 1 میلیون حدیث از یاد میدانستند. اینچنین ابو زرعه 1 میلیون حدیث میدونستن، یعنی با اون طریقش دیگر شدم یه حدیث حساب میشد. خلاصه امام احمد مسند امام احمد نوشتن، اطراف 40,000 حدیث دارد. بعد امام احمد آمدن امام بخاری صحیح بخاری نوشتند، صحیح مسلم، سنن ترمذی، یعنی این عصر طلایی حدیث نویسی بود. و امام زهری ابن شهاب زهری این که از تابعین بودن، به خلیفه مسلمان ها عمر ابن عبدالعزیز مصلحت دادن که خوب میشد که گفتن به تمام امیرهای شهرها مکتوب کنیم تا اینکه هر یک امیر شهر در داخل شهرش چقدر حدیث باشد همشه نویسد. مثلا امیر شهری بصره تمام علما و محدثین اهل بصره را جمع میکند، میگوید که هر کسی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث میداند نوشته بیارد به ما، در کاغذ نوشته می آوردند. مثلا اهل بصره تمام حدیث هایی که میداند مردمش نوشته آورده میدادن. بعد چند نفر علماها دیده می اگر یک حدیث مثلا 10 کس با روایت کرده باشد 1 تشه می آوردن تکرار نشود گفت. خب از اهل بصره مثلا 500 حدیث جمع شد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، 500 حدیثی بی تکرار. همین 500 حدیث در یک کتاب کردند و به نزد خلیفه مسلمانان فرستادند. اهل بغداد هم، اهل مثلا مدینه هم، اهل مکه هم، اهل مثلا دمشق هم، همین گونه تمام شهر و ناحیه هایی که در آنجا مسلمانان زندگی میکردند چند حدیث در کدام شهر و دیه باشد همش نوشته فرستاد. تمام حدیث ها آمد به شام. اون وقت خلیفه در شام می نشست. بعد همش گرفتن تکرارهاش حذف کردند و ناتکرارهاش پر کرده به هر شهر گشته کتاب فرستادند. یعنی مکمل چقدر حدیثی که جمع شد فرستادند. یعنی این کارها تقریبا در زمان تبع تابعین، تابعین و تبع تابعین شد. یعنی یکی از سببهای خلاف همین که یه حدیث در یک مسئله کشاد و روشن آمدگی هست اما یک عالم همون حدیثه نمیدانست. این یک عیب نبود، حضرت عمر هم نمیدانستن بعضی حدیثای. وقتی که یک آدم درشون تخت کرد برو اومدن که رفت است دور رفت است اینجا بیا
برای چی تخ تخ کردی با رفتی؟ گفت که آخه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر در 3 بار تخ تخ کردی نکشاد راو گفتن تو نکشادی جواب ندادی من رفتم دا گفتم به همین گپت دلیل میبیاری شاهد میبیاری که همین گپ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن با صحابه و شاهدا آورد که بله پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث گفتن ما شنیده بودیم گفتن که بعد خانه شدن اگر جل زدنی بودن اون آدمه برای اینکه از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنی که من نمیدونم تو میگویی حضرت عمر نمیدونستن عیب نیست بعد یگان عالم اگر امام مالک ندانن یا امام ابو حنیفه ندانن یا امام احمد ندانن یا شافعی ندانن عیب نیست امام شهاب الدین زهری یک آدم در نزدشان ابن شهاب زهری یک حدیث گفت بعد ابن شهاب زهری گفتن که من این حدیث نشنیدم یعنی گویا که این خیر حدیث نیست گفته باشم بعد آن آدم گفت که اتحفظ کل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا تمام حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ میدونی ای زهری؟ گفت که نه. نصفش را میدونی؟ گفت که ارجو امید میکنم از الله تعالی امید میکنم که نصف حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم را از خود کرده باشم. بعد آن آدم گفت که همین حدیثی که من گفتم به نصفی که نمیدونی در بین همونها گذار کن. یعنی که نیست نگو گفتن تو تمام حدیث ها رو اگر از خود میمونن امام بخاری میدونستن واقعا امام بخاری تمام حدیث رو میدونستن امام ذهبی گفتن که کل حدیث لا يعرفه شیخ الاسلام فلیس بحدیث هر حدیثی که شیخ الاسلام نمیدونه حدیث نیست گفتن چون که تمام حدیث های صحیح ضعیف و موضوع رو حتی از خود کرده بودن موضوعش حدیث های دروغی بافته شده امام ابوالفرج ابن الجوزی رحمت الله علیه یک کتاب نوشتن 4 جلد است موضوعات حدیث هایی که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم بافته شده است همیشه جمع کردن در یک کتاب با ترتیب دادن اول حدیث های در باب طهارت نماز روزه زکات حج همین گونه نکاح طلاق تا آخری احکام معاملات ذکر کردم به ترتیب یا درباره عقیده در حق الله تعالی حدیث های بافته شده در حق فرشته ها کتاب ها پیغمبر ها روز قیامت تقدیر نیکی و بدی صحابه ها همین گونه ترتیب دادن همش حدیث های بافته هست جمع آوری کردن فهمیدید برادران بله این علم چیزی وسیع هست علم بحری که ساحل ندارد اما هیچ گپی نیست که یک عالم یک قسمش داند و یک قسمش نداند بنابراین وقتی که به مردم فتوا میدهد به آن چیزی که میدانست فتوا داده است فهمیدید این یک سبب اختلاف جمع نبودن حدیث ها یکی از سبب های دیگری اختلاف گوناگون بودن فهمی آدم ها پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سخن گفتن آدم ها دو خیل فهمید مثال عادی وقتی که جنگ احزاب شد بنی قریظه گفته که قبیله یهودی ها بود اونا با پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد داشتن که یگان دشمن خارجی اگر به مدینه هجوم کند اینا یاری نمیدهند به دشمن اینا یهود هستند با مسلمان ها عهد داده بودند که ما به دشمن راه نمیدیم که به واسطه دهه ما در آیند و شما را زنند عهد داشتن و در جنگ احزاب ما عهد شکستن مشرکین آمده با اینها مصلحت کردن که بیا برای ما اجازت که ما از همین قفا در آمده زنیم و همین که مسلمان ها نیست و نابود میشد از روی زمین پیغمبر هم میکشیم مسلمان ها هم میکشیم اینا 1,500 نفر هستند مسلمان ها ما 10,000 نفر لشکر کشیده آمدیم انیخ که از هم یهود هم نصارا هم مشرکا تمام دشمنای اسلام یک جا شدن حالا که یهود و نصاری بین همدیگر دشمن بودن پیغمبر یهودی نصرانی ها را یهودی ها ولد الزنا میگفتند تهمت میکردند مادری حضرت عیسی را زناکار میگفتند اینا بی نهایت به هم دیگر دشمن بودند یهود و نصارا اینا بین هم دیگر جنگ های تاریخی داشتند لیکن علیه اسلام جمع شدند مشرک هایی که عموما به پیغمبرها به دینها باوری ندارد و اینا بت پرست هستند از اینها یاری طلب کردند بیایید همه کسی اسلام از بین بریم 10,000 کس جنگ احزاب نامیده شد و اذ بلغت القلوب الحناجر الله تعالی میگه که دلهای مردم مسلمان به حنجره هاشون آمد و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون در سوره احزاب
یک سوره به نام احزاب ماند الله تعالی. بسیار جنگی وزنین بود. قلب مسلمانان به حنجرشون اومد. از ترس، اگر آدم ترسد دلش تیزتر حرکت میکند. دل که تیزتر حرکت کرد، دل صحابه ها الله تعالی میگه که به حنجره هاشون اومد. یا وقتی یک کلاس میگن مردم جنوب، مردم خوجند کلپیسه میگن، دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله به کشتن همین چیز امر کرده است. کسی که اگر با یک ضربه میزند 100 ثواب میگیرد. دیدم که در دیوال است، با پای افضل زدم که پای افضل خطا رفت، بیانش زد. اون پوستش که تونوک است، سبحان الله، قلبش دیدم، قلبش سرخ است، قلبش همین خیلی تیز حرکت کرده. سوز بعد همین آیت به خاطر آوردم، و بلغت القلوب الحناجر، و قلبها به حنجرها آمد میگود الله تعالی. اون جنگ احزاب جنگ، و تظنون بالله الظنون، با الله تعالی گمانی بد کردن، گمان کردن که ما مغلوب میشیم. زمانی که 1,500 بودن خواستن دین اسلام از بین برن، ولی نتوانستن، برای اینکه وعده الله است، وعده صاحب زمین و آسمان است. بنابراین نمیشد. این یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، میخواهند که نور الله تعالی یعنی دین مقدس اسلام رو با دهانشان پوف کنن. یعنی الله تعالی به آفتاب مثال آورد، یعنی آفتاب با پوف خاموش کرده میشه، چراغ آفتابه نمیشه. بنابراین دین مقدس اسلام آواره نشود دشمنای اسلام از بین بریم. اینا وقتی که 10,000، این خیلی نبود تا همین روز، تا همین سال 5 هجری، تا جنگ احزاب یگان جنگ نبود که 10,000 کس بر مقابل 1,500 کس جنگ کرده باشه. بله 700 کس بر مقابل 3,000 کس، 1000 کس بر مقابل 300 کس مقابل 1000 کس جنگ میکردن، یعنی 1 به 3. لیکن 10,000 کس مقابل 1,500 کس نبود تا امروز. از همه لشکری وزنینی که جمع کردن همین جنگ احزاب بود. اون فقط جنگ های پیشینه فقط مشرکا خودشون جمع میکردن، در این جنگ بود یهود و نصرانی های هم جمع کرده آوردن. بنابراین بنی قریظه یک قبیله یهودی ها بود در پشت مدینه زندگی میکرد. دید که غالبا یعنی که مشرکا غلبه میکنن، گفت که عهد داد، گفت که بله، گفت ما اجازت میدیم که آمده از قفا زنید. عهد شکست. وقتی که الله تعالی مسلمان های پیروز گردانید، مشرک ها گریختند، به قفا نگاه نکرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه، یکی شما نماز عصر نخواند مگر در بنی قریظه. گفتن یگون آدم نماز عصر نخواند مگر در بنی قریظه، یعنی که همه عصر به بنی قریظه شود. حالی جنگ نو تمام شد، یک به خانه ها رویم استراحت کنیم، 2-3 روز دم گیریم، بعد بنی قریظه رویم. نه، اول به بنی قریظه عصر یگون کس نخواند مگر هم در بنی قریظه. گفتم این فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که نصف راه آمدن، نماز عصر قریب بود که قضا شود. بعضی صحابه گفتن که بیاید برادران نماز عصر خوانیم گیریم، نماز عصر قضا شده ایستاده است در راه. بعضی آدم ها ایستادن نماز عصر خوندن، بعضی گفتن که نه ما نمیخوانیم، عصر بگذار قضا شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ نماز عصر یگان کس نخواند گفتن مگر هم در بنی قریظه. گفتن ما میریم در بنی قریظه میخوانیم. گفته رفتن و قضا خواندن در بنی قریظه. قضا کردن این نماز در شریعت ممکن نیست، لیکن در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هیچ کس عصر نخواند مگر در بنی قریظه، یعنی مقصدی اساسی همه عصر رو بنی قریظه شود. لیکن یک طایفه صحابه ها از همین سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیدن که عصر اگر قضا شود ما باید در بنی قریظه خوانیم. یک طایفه فهمیدن که گفتن که مقصد پیامبر همین که همه باید به بنی قریظه عاجلا رویم، نه اینکه نماز قضا کنیم. مقصدشون همین که تیزتر حرکت کنیم، لیکن نماز در وقتش فرض است، نماز قضا کردن ممکن نیست. این اصلی شرعی است. گفتند و ایستادن و نماز خوانده رفتن، اختلاف کردن. انا همین از مذهب ها، یعنی از یک سخن 2 خیل فهم میبرارند. بعد وقتی که آمدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند حادثه را،
هر دوتون هم طبق سنت عمل کردید گفتن. لیکن آنهایی که عصر در وقتش خوان اونها 2 ثواب گرفتن. کسی عصر در وقتش خوان 2 ثواب گرفت، کسی که عصر آمده در بنی قریظه قضا کرده خوان 1 ثواب گرفت. چون که اینا اجتهاد کردن، اینا خواستن طبق دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کنن، برای همین 1 ثواب گرفتن. برای همین 4 مذهب هم حقش، یعنی که در همه مذهب اینا در همه مسئله خلاف ندارن برادر عزیز. بسیار مسئله هایی هست که هر چهارشون 1 قول گفتگی هستن. 4 مذهب 1 قول میگه، خلاف نمیکنن. در بعضی مسئله ها خلاف ها پیدا شد، یعنی فهم هاشون گوناگونی کرد، حدیث رسید نرسید. 9 سبب اختلاف هست گفتیم. حالا 1 سببش اگر گوییم اینقدر وقت رفته است بس. بنابراین ما 5-6 ساعت خواستیم برای این موضوع جدا کنیم. اینم فقط با آنهای داخل دارد که کم و بیش 20 سال 30 سال این جانب نمازخوان هستند و از دین و از مذهب با خبر هستند. بعضی برادرها اینجا وارد شدن ولی نماز نمیخونن، عموما از مذهب چی شریعت چی خبر ندارن. برای اونها عموما این موضوع یعنی که مهم نیست. برای همین نام موضوع می نویسیم، بعد کسایی که براش موضوع مهم است اونها در آید. اینجا که بحثی سوال و جواب عام است، بنابراین مذهب ها فرض کرده مذهب حنفی حق برآمد 2 ثواب میگیرد، مذهب شافعی ناحق برآمد 1 ثواب میگیره امام شافعی، برای اینکه اونها امام مجتهد هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران. اگر حاکم اجتهاد کنه، یعنی اهل اجتهاد، یا آدمی بی سواد اجتهاد حق ندارد. عالم اگر اجتهاد کنه و حق به حق رسد 2 ثواب میگیرد، اگر خطا کنه 1 ثواب میگیرد، حق اجتهادش. اگر درست فتوا دهد 2 ثواب میگیرد، حق اجتهادش و حق درست برآمدنش. امید میکنم که فهمو شد.